چون پند درباره مولانا رفت، من زیاده از 10 تا غزل مولانا رو میخوانم، در رپرتوار خود جای دادم و در معرکه هم نیز میخوانم و یک غزل بسیار هم مشهوری مولانا که هم در ممالک ایران بودم هم در ممالک پاکستان بودم، مردم فارسی زبان این دیارها این غزل رو بسیار هم با سطحی بلند پذیرفتن. این غزل با نام صلوات بر محمد بسیار یک غزل روان است و بله هم به افعال و به کردار محمد صلوات، به لب لعل شکربار محمد صلوات، به قد و قامت و رخسار محمد صلوات. یعنی ما الحمدلله که مسلمان هستیم، ما باید که وظیفه قرضی ما است که هر یکی مسلمان باید که به حضرت محمد ما صلوات بفرستیم. و این چیز را وقتی که ما در رپرتوار جای کردیم و من حس کردم که در حقیقت همین چیز به تماشابین و به بیننده و به شنونده خیلی هم مقبول شد، چنانه که داملا در اینجا شاهد هستند و یک این چیزی که بگویند. بله، شما یک چیز در اندیشه باید کنیم که وقتی که ما حمد خداوند میگوییم الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین، من افتتاح همه سخنهای ما به حمد خداوند و صلوات به جناب سرور کائنات و خلاصه کل موجودات میگوییم. و صلوات های مولانای بلخی ملک النبوة میمه کالخاتم لک ختمه یا افتخار العالم. و کودک بودیم خیلی جوان یک بیاد بیاریم، اما حافظایی که در خانه ها شعرخوانی میکردند و یک چیز میخواندن، حتما از مولانای رو میخواندن. بله. و خیلی که شما گفتید این سنت و این یادآوری ها آمده تا من بسیار بسیار حافظان مردمی تاجیکستان عزیز ما آمده رسیده. و امین سرودی صلوات وقتی که فیضلی میخوانه براستی خیلی خوب صدا میدهد. در کجایی که نباشد، در کدام معرکه‌ای که نباشد، حتما به خیالم که فیضلی یک خواهش یا خواهشنامه یک چیز میگیرد که سرودی صلوات جناب پیغمبر بخوانند. و این عشق مولانا از ایمانداری او بود نسبت جناب پیغمبر که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و ماله و الناس اجمعین. دم بدم دم از برای مصطفی باید زدن، دست و دل بر دامن آل عبا باید زدن. هر درختی که ندارد میوه حب نبی، اصل او را سر بسر با تیشه ها باید زدن. و اگر همین خیلی نگاه کنیم، همین گفته های مولوی و توصیف های مولوی و خیلی وصف جناب پیغمبر کردنشم منشأش از قرآن کریم است. زیر امون ندای سروش آسمانی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. و همین صلوات هایی که سروده هایی که در وصف جناب سرور کائنات و خلاصه کل موجودات نوشتند، همشان منشأشان و الهاماتشان از قرآن کریم است. او دوستدار جناب پیغمبر بودند صلی الله علیه و سلم. و پیش از اون که آغاز کردند صلوات خدای بر وی باد تا بر روز جزا پیاپی باد. امت او دوستداری ویم، دوستداری چهار یاری ویم. از گور من افتخار احمد آید، از سبزه او بوی محمد آید. این رایحه نکوی جنت هر دم، از خاک مزار پیر محمد آید.
بله و یک شعر نیز میگوید که از نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم آدم که به صورت اشاره حضرت آدم علیه السلام است آدم که به صورت پدر و من پسرم آنگاه که به دیده حقیقت نگرم صد گونه گواه آید اندر نظرم کو از ره معنی پسر و من پدرم. آفرین. یعنی اول که نوری او میگن که آفریده شد لولاک لما خلقت الافلاک. و این اشاره به همین است. و ما خیال میکردم که اکی فیضلی در آغاز همه همین معرکه هاش صلوات بر محمد بخوانند و همیشه صلح و صلاح و دوستی و یکدیگر فهمی در بین همه مردم ما پایدار باشد. آنگونه که پیغمبر خودشون نیز همین را خواستار بودند. هدایت سلامت کرده. باشید. بله.